خب سلام به همه سلامی ها. احوالتون چطوره؟ حالتون؟ خب مدیم امروز یه هوای خوب بشیم ببینیم چندیم. امروز دوم از تابستونه، دست ما 88 روز دیگه داریم. شاید هم 89 چون فکر کنم جولای 31 یا آگوست 31 اشتباه نکنم و ما این بازار داریم. باید این بازار رو الان بیایم ما دسته بندی کنیم. دسته بندی به چه صورتیه من حالا براتون میذارم میبینید و توضیحش هم خیلی راحته. یک برنامه من خودم که این کار میخوام بکنم و اینو دارم میذارم چون بالاخره تابستونایی هست. کسایی که دوست دارن اینا رو من بر اساس تجربه دارم میگم. هیچی هم محتوای زرد نمیخوام تولید کنم، ماسک خودم هم نمیخوام بفروشم. یه چیز خیلی دوستانه دارم شیر میکنم براتون و امیدوارم درسی چیزی باشه. ببین اینا خیلی دوست کنید جدی میگم. حالا اینا فارغ از چیزا گفتم تبلیغاتی کلی اصلا از اسپری یا این چیزا شیمیایی که تو قوطیه سعی کنید از چیزایی که تو قوطیه زیاد فاصله بگیرید، اصلا خوب نیستن. در کل این برنامه رو با هم دیگه میبریم جلو. دوست داشتید همراه باشید، دوست داشتید دیگه نمیدونم چیکار کنم. واسه خودم دارم اینا رو میذارم. عدد اینا هیچی اصلا دیگه ارزش مهم نیست. یه نفر ببینه از خودم دیگه از این مثال زوم باش ویدیو استفاده تر نداریم. من ویدیو اصلا واسه خودم میذارم، سال بعد میذارم تو کامپیوتر پلی میشه دارم چون آپلود میکنم روی یوتیوب. کسایی که ببینن حمایت کردن خب دمشون گرم. ما هم خب از این متقابلا یه حالی به اونا میدیم دیگه. اونطوری نیست بای بذاریم الان من بیام زنجیره طلا بندازم چه میدونم بگم دلار یورو کارا زشته چون بیشتر بازدید کننده که اونطوری نیست که بگم مثلا یک ویدیو میذاریم بیس 100 کی بیس خیلی بیس گفتم این 100 کی قاعدتا 90 تا دیگه حالا بگیم اون نداره یارو حسرت میشه 10,000 تاشون میگیم دارن. پس زیاد اونقدر درست نیست. اگه هم چیزی باشه ما متوالا به شما میدیم کسایی که بالاخره ببینید از این دنیا یک سوزن بیشتر نمیشه برد، حتی اون سوزن هم نمیشه برد پیرون. پس داریم با هم دیگه حال میکنیم، خیلی جدی دارم میگم داریم با هم دیگه حال میکنیم. حمایتاتون رو دوست داریم، خوشحال میشم حمایت کنید. بریم که یک برنامه منظم 3 ماه آقا حرف من گوش به ماه 12 سال ببخشید سال 12 درسته. تو 3 ماهشم اگه خیلی منظم باشی تو زندگیت موفق میشی. اگه حتی 3 ماهشم یک منظم داریم ببین کارایی مفید نه کارایی روی لوپ اشتباه اونو تو 20 سالم روی لوپ اشتباه بری 1 ماه درست بری میشوره جدی میگم. پس سعی کنید لوپ که احساس میکنید داره ترمز از اونو قطع کنید، اصلا کلا ببریدش. این کار خیلی کمک میکنه. پرحرفی نمیکنم. ورزشتون کنید، آب زیاد بخورید، قند مصرف نکنید. شکر جا من اینو خیلی دارم میگم، قبلا گفتم دکتر تغذیه نیستم بده. سعی کنید چیزایی که تو قوطی هم مصرف نکنید توشون چون معلوم نیست چیه. من الان بیشتر رو به صحبتم اصلا کاری ندارم ما آمریکاش، اروپاش، کاناداش، انگلیس، هر جا، آفریقاش، ایران که این مثلا قوطی ها کلا ضرر داره این که یه تیک، ولی چیزی که تو ایران تولید میکنه قاعدتا ضررش 2 الی 3 برابره چون اونقدر استاندارد نداره. همه غذاها چرب همش دارن تو این روغنه نمیدونم معلوم نیست چیه دیگه، معلوم چی دارم میدم. من حالا خدا رو شکر میکنم من واقعا یکی میاد رگ گردن میذاره آی ایرانم آی وطنم. وطن چی؟ تمومش کردن اونجا تموم شده. اونطوری هم نبیگه اینجا خاک من از خاک. همه اینا یک
شعار ذهنیه. چرا میگم واقعا دارم پرحرفی میکنم، چرا این همه دارن پول مثلا به بازیکن‌ها، شبکه تلویزیون، همش اینا پول بالاخره بالاست دیگه، بالا تخص میشه میاد تا پایین. چرا همش دوست دارن مردم؟ چون این تو لپتاپ و سوشال مدیا، تیوی، سری. چرا؟ چون اینو از تو بگیرن، این ایمیجین سازی، تو اینو داری تو مغزت این ترشحات، هی دوست داری تصویر سازی. وقتی اونو واسه میذارن، تو رو میذارن تو یه چارچوب لیمیته. قشنگ این یک لیمیته، یک چارچوب، ببین لیمیته، توش میری تو این در اومدن سخته ها. دقیقاً 10 سال پیش حالا میگیم بیشتر، 15 سال پیش مردم الان کسی هست مثل 15 سال پیش زندگی کنه؟ نه، عمرن همچین آدمی عمرن وجود آره شاید مثلا 2 سال شد که اونطوری نیستن، ولی اون سبک قدیمیشون رو حفظ کردن. ولی این نسل بعدیتون رو من اینو میذارم چون 50 سال 90 ببینن اصلا اگه اون موقع تا یوتیوبی باشه، این کره زمینی باشه، مهم نیست، من دارم میذارم چون لحظه هم دارم ثبت میکنم. این رو خواهم بگم، این باعث بدبختی شما میشه. بعضی که ازش پولی نمیشه گفت، ولی سعی کنید این صاحب مصب سگ رو بذارید کنار. آقا اصلا تو روز یه روز بگه آقا من اصلا امروز اینستا 1 رو 24 ساعت، روز دوم تو افکار کی داستان استوری گذاشت که مثلا من دارم ساندویچ میخورم، من نمیدونم رفتم کافه یک جاده است یه آهنگ من رانندگی میکنم، هشتگ تفریحات ندارم، شخمی سالم، مهم نیست. تو این ذهنت این لیمیتو داری. اوه این چی کار کرد، این پست چی گذاشت، اون کامنت دیگه نه، یکم طبیعت برید، جنگ برید. ما برنامه حالا آینده میخوایم چیز کنیم، این خیلی لازم بود این ویدیو که بذارم من این برنامه میخواستم بذارم، میخواستم بگم این بره، خیلی صدا نفر میگم برسایی شد یاد بخوریم. اینه که ما طبیعت گردیمون رو داریم، کارمون رو داریم، فوتبال، صد، کوه، شنا ببینید، شنا خیلی وقتی میرید زیر آب، یعنی شنا رو حتما بهتون توصیه میکنم، حتما تابستون هم از شنا رو برید قشنگ برید، چون گرما مغز آب همش کلافه تابستون، ببین بهار خوابی، تابستون بعد خب یه راهکار طبیعی دیگه مقابلتن خودتون میدید چی میگم، زیاد وارد این کلمه نمیشم چون چند تا کلمه هست واقعا اصلا نمیدونم چجوریه، یکم اصلا بگذاریم. اینو بخوام بگم، بهار خوابتون میاد، تابستون کلاف برید، پاییز همش میگه آلرژی، زمستون سرده دارید. پس تو تابستون باید چیکار کرد؟ بری یه کار چیز کنی اون فرش بودن رو داشته باشی. بهار عیناً، چه میدونم تابستون عیناً، چون الان امروز 2 جونه تقریبا آخرای بهار به مثلا الان فکر کنم تو خرداد چند 10 و 11 خرداده اگه اشتباه نکنم، حالا میبینم میذارم دقیقش اوکیه. واسه همین راهکارتون پیدا کنید، هر کی هم راهکار خودش رو داره. دوستتون دارم، بازم میگم حمایتتون رو دوست دارم، دوست داشتید حمایت کنید، نه که فدای سرتون. فعلا